با معرفی تستر دینام و باتری 500 آمپر مدل ASL 5000 شرکت استرونیک در خدمتتون هستیم. از قابلیت‌های کلیدی این دستگاه میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: تست دقیق باتری‌های 18 الی 250 آمپر ساعت، تست و تخلیه باتری با لودینگ 200 آمپر، 300 آمپر و 500 آمپر به صورت آنالوگ و دیجیتال، تست دینام خودروهای سبک 12 ولت و خودروهای سنگین 24 ولت. این دستگاه برای تست باتری‌های کوچیک، متوسط و بزرگ خیلی کاربرد داره، به این صورت که توسط 2 تا کلید صنعتی برای باتری‌های کوچک ما میتونیم کلید صنعتی 200 آمپر رو استفاده کنیم. برای باتری‌های متوسط میتونیم کلید صنعتی 300 آمپر رو استفاده کنیم و برای باتری‌های بزرگتر همزمان 2 تا کلید رو میتونیم برای تست 500 آمپری استفاده بکنیم. برای تست دینام کافیه که خودروی مورد نظرتون رو روشن کنین، گیره مشکی رنگ رو وصل میکنیم به قطب منفی و گیره زرد رنگ رو وصل میکنیم به قطب مثبت باتری. صفحه نمایشگر دیجیتال و صفحه نمایشگر آنالوگتون روشن میشه و عددی که نمایش میدن شارژ دینام باتری شماست که اگر این عدد بین 13.5 الی 15 ولت باشه یعنی شارژ دینام سالم، اگر کمتر از اون مقدار شارژ دینام خراب، بیشتر از اون مقدار شارژ دینام اضافه است. برای تست باتری باید خودرو مورد نظر خاموش و یا باتری خارج از اون قرار بگیره. گیره های دستگاه رو به باتری متصل میکنین. عملیات بارکشی توسط این کلید انجام میشه که باید به مدت 5 الی 15 ثانیه نگه داریم و نتیجه تست رو در صفحه آنالوگ مشاهده بکنیم. میتونیم سلامت باتری رو در 3 ناحیه خراب، ضعیف و سالم مشاهده کنیم. ممنون از توجهتون، به امید دیدار.